امروز آمدم به جاده کبوتر فروشان یا کفتر فروشان واقع در محل نو دروازه قندهار. دقیقاً چی راز نهفته که باعث شده که انسان با کفتر قدر انس بگیره؟ ما که مرتادیم من کفتر. شما مرتادیم. همین کفتر مرتادیم. با آلمان بودم، آلمان نیله کردم. با خاطر همین کفتر بیامدم. شما با آلمان بودیم به خاطر کفتر؟ بیامدم. اسم اینا چیا بوده؟ یک حسین جلق بوده، یک نورا خله بوده، یک اعظم بوده. اینا هم بمردن. دیگه رو به بهار رو به گرمی مستی کفتر عمالی. مستی کفتر حالا دیگه از این بزو بر مستی کفتر. اینا پریه دیگه، پریه گرد دیگه بالا هر کی بشینه هم 4 روز کفتر دونه بده دیگه یله کردن مشکله. فعلا به افغانستان از این شاید 5 میلیون نفر روزی میخوره. از این کار کفتر. مثل ما که من میخورم از بوما، مثلا میارم میفروشم دانمانه، باز کسانه میخورم میبره چیچه میگیره از اینا، با جوجی از این میفروشه. متوجه شدم. من از دکتر صاحبا من کلام شما شکر پرسان کردم شما دکتریم، گفت یک نوع پروتئینی داره این تخم مرغ کفتر که این دوایی نه. برفتم به ایران 25 26 لک روپیه خورد. بای دادم پس با واسه کفترا خو بیامدم. واسه می کفتر. به خدا واسه می کفترا خو. مریض شدم به ایران. آنی بچه من نمیفهمم. مریض شدم پس آمدم. پس آنی به خود جمع میکنم. 2 دفعه ترک کردم نتونستم مریض شدم. رفتم به پاکستان. اما هر چیزی که گفت تو تکلیف نداری چی شوق داشتی گفتم کفتر گم کردم. گفت اینا رو جمع کن تیار میشه. آمدم جمع کردم تیار شد. از اون رفیقا یکی به سرای مملاب کوچه بود. ای از یه عروسی ای با پشت بوم کفتر بازی میکرد. عروس به اون وقت بهم دول و سرنه بود. بو بردم مادر صدا کرد گونانه ای عروسی از کی بود؟ گفت کجا بوده؟ گفت عمال دول و سرنه از دیر سر تیر شده به خدا که دروغ. گفت تو نفهمیدی؟ گفتم عشق کفتر. به نام یاد خدا و عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما دوستا. خوش آمدید به چینل یوتیوب جمیل حیدری. در اول برنامه از شما تقاضای همکاری دارم، میگه که چینل قبلی ما مشکل خورده و ما بنابراین چینل جمیل حیدری ایجاد کردیم. چینل جدید، لطفاً این چینل ما سابسکرایب کنید. و امروز آمدیم از گزارشات شهری در خدمت شما هستم. امروز آمدم به جاده کبوتر فروشان یا کفتر فروشان واقع در محل نو دروازه قندهار تا از کبوتر فروشی ها برای شما گزارش بگیریم. کبوتر یا شوق کفتر یا کفتر بزی از جمله شوق ها و به اصطلاح فرهنگ های هست که از گذشته های دور در همین شهر در بین اهالی همین کلا همین خراسان قدیم بوده و هسته و حتی به حدی بوده که در همون ابتدا هم همیشه بین حاکمان وقت و شوریایی یک زدبندهای بوده به دلیل از اینکه یک سری مسائلی در وقت پراندن یا به اصطلاح رم دادن کفترها ایجاد می شده. ولی به هر حال امروز آمدیم ما برای شما گزارش داشته باشیم تا ببینید که وضعیت کفترها چی رقمه و در عین حال چی گفتنی هایی دارم فروشندگان این پرنده. بنابراین با ما همراه باشین.
دوستا دیگه همین قسمی که در انونس برنامه گفتم آمدم دیگه به هم دکان ابراهیم جان. ابراهیم جان ما سال گذشته هم که گزارش داشتیم خود از اینا صحبت کردیم. امروز هم آمدم نام خدا امروز هوا گرمتره کفترام همین خوب میخونه. بریم ببینیم که از اول کفترها اشتنه. سلام علیکم ابراهیم جان اشتنه. برار گلم اتیار خوشحالم خیریت جان شما جور سعادتمند. بسیار بسیار خوش آمدید قربان شما. چی رقم کفترها اشتنه؟ شکر خدا الا شکر کفترکا تیاره به تابش. سر حال هم تو همه سر حال هم تو مست من. خوب میخونن. والیا غرغر تق تق میکنن والیا. تق تق میکنن. اینا چی رقمه؟ و هوا است که رو به گرمی رفته یا نه همیشه دیگه رو به بهار رو به گرمی مستی کفتر عمالی مستی کفتر حالا دیگه از بزو بر مستی کفتر دیگه هم بهار کامل دیگه تا هوا گرمی دیگه تا گرمی کفتر همیت مستی میکنه والیا چی رقم که معرفی کنین چی نوع کفترای کو بیشتر بیایم ابراهیم جان که چی نوع کفتر داریم برای شما دیگه هست دیگه 4 5 تا کفتر داریم خب شما وقتی ما دیگه ما کفتر نداریم بیایم باشه ما اجازه همین کفترها ما یک دم چی نشه نبج بیایم شما هم داخل بیایم کمینا نجم نمیجم خب این چی رقمه اینا بعضی کفترها بزو بالا هم بعضی هم میان نصف میرن به بالا نصف تعمشن به رو زمین دیگه ایمونن دیگه به چخا تاوالا میشن ابراهیم جان بگین چند سال میشه که شما همین شغل به اصطلاح کفتر یا کبوتر فروشی دارید؟ شما 17 سال میشه برای گلم کفتر فروشی دارم. تنها فروشی یا شوق هم دارم؟ بالا شوق هم دارم رم هم میدارم همین چپا بالا دوره خودم دورک بازی میکنم رم هم میدم ما میدونم. خب میدونم اینا روزانه یعنی هر روز هم از هفت صبح تا 9 صبح کفتر بازی میکنم 9 میایم سر بازی بله تا نکنیم هم نمیشه نه شوقیه دیگه شوقیه ولی های شوق زندگیه که بهم دل تمام مردم هست این گرد داره که بهم سر هر کی بشینه دیگه ال داده نمیتونه الله گلم همین جو هم داخل جو کفتر فروشی که میشی همین گپ به شما یک حس همین دل آدم با مخ میفته که میگه یک دونه من با اینا پریه دیگه پریه گرد دیگه بالا هر کی بشینه هم 4 روز کفتر دونه بده دیگه یله کردن مشکله یعنی همینطور میگم که کفتر هم نگاه دارین که اگر مثلا جند و دیو پری هم به اصطلاح میایه به اصطلاح خیلی خوبه ولی برای خود کفتر سرگرمش آسی بره خود درسته همین جان هر سرای چون مال بلاگردونه همین ایمون بلاگردونه باز اینا پری هم هست خیلی خوبه برای خونه بسیار چند نوع کفتر خود شما فعلا دارین برای ما معرف همین کفتر چپ سرخ گلی تق رنگی 5 تق رنگه داره چپ سرخ گلدون بیه گلی 5 تق رنگه داره سیاه ابلق دم سفیدیه چپ زرد گلدون بیه چپ سرخ دم سفیدیه چپ مگسی مادیه سوزبال دم سفیدیه زربال دم سفیدیه دیگه همینا کفترها اندگنده کی هست این تو خوبانیه بازم خوبه بازم از هر چی دیکون ما کمک شورویتر هست پری روز کفترکان مقبولیه وردم از جواجان زرگر خریدم یعنی 5 جور کفترها پرپا بود سوزبالا پرپا دم سفید همون تو نمیا فعلا به امیرات هم اول خدا همون جواجان زرگر حرف اول میزنه شما هم دیگه یوسف مردان است هم دیگه همین دیگه کاکا حکیم جان و اینا دیگه دارن اعمال هم کفتر دارن شوقی هاین دیگه رم میدن دیگه اونا کمک حال پا به سند گذاشتن و کم کم رب شوقی یله کردن یعنی دیگه که جوجه گیری ها شهر ما شما خیلی یعنی همین چند نفری هست که جوجه میگیرن چند نفری هست که رم میدن یعنی دیگه همین دوست رفیقا هستن خوب بسیار قیمت ها اشتنه قیمت ها 4000 5000 6000 7000 10000 هست دلال مثلا باشه که من از اون بالا بگم که امی سیاهی که هسته این کفتر کربتی میگن کفتر ایرانه به نام ریش میگن 5000 بینه 5000 افغانی بینه با او بالا سر کمو کله زرد گلدون تق رنگی همین امروز صبح خود من کفتر به 6000 بخریدم 7 غم رنگه داره گلگردن گلدون او چپ زرد گلدون بدگیه او کفتر هم 7000 قیمت او چپ سرخ ماده گلیه 3000 بینه 3000 دیگه بیا امروز مینو چپ سرخ دم سفید دیگه میگوره اونجا وسط کفتر رو قیمت او 7000 بینه یعنی لالا بالی های چه میگسی ماده 8000 بینه او سازبال دم سفید 17000 بینه یعنی قراره کرده سوخبال دم سفید 6000 بینه او سوخبال دم سفید 5000 بینه دیگه هست دیگه او کفتر ماده سیابال به 3000 بینه این ماده چپسا 4000 بینه دیگه هر کدوم اخو نخری داره بی داره اینجا دیگه ابراهیم جان اینا تنها شما هم میخرین یعنی خود شما جوجه گیری چیزی میکنین نمیگیریم فقط ما میخریم نصف مردم همه شهر و مردم دیگه جوجه میگیرن ما میخریم نصف میبرن برای خورم میدن نصف هم جوجه گیرن
خب باز آنها مثلا یک کفتره که 10 روز 20 روز آدم مور بره جمع کنه او دیگه کنی باز دیگه نمیره دیگه او باز کفتر باز اگه به شور مگر تیار کنی آماده کنی قرار کرده باز ریله کنی و تو استاد کنی دیگه نمیره. نه خب همین چی شرایطی این آدم باید نگهداری کنه؟ مثلا بخونه جا خوب داشته بشه برابر باشه هم زیر پای نه هفته به هفته یا شومشون پاک کنی قرار کرده 10 20 کفتر جا ترتمیز داشته باشه که ایمون حسابی نرسه به ایمون ناجور خسته نشه. غذا اینم دیگه همین معمولا ارزانه دیگه ولی تلخک و ارزان و گندم اینا به خونه کو میدن دیگه نقاش میدن جوبری میدن اینا جوجگیر والا میدن به دیکون که ما میاری ما دیگه چی نمیدیم غیر از هم ارزان میدیم به کفتر. همین ارزان انا حالا گپ سر همین گپ خوب رسیدیم شاید یک تعداد بیام شوق داشته باشم ولی تجربه نداشته باشم که اشته جمع کنم یک کفتر مثلا شاید من روز 2 کیلو ارزان پیش بردم باز خراب نمیکنه اون ناجور میشه بند میکنه لای میکنه کفتر از خود اندازی داره. یعنی روزانه هر کفتر بعد روزانه هر کفتر به همین دیکون ما یک قوطی گوگردی بری و پیمونه میکنیم که چند کفتر داریم تحول از اینه یک قوطی گوگرده و هوا گرمی با هوا خونگی هر کفتر 2 قوطی گوگرد میخوره بیشتر نباید بده. جوجه‌گیری که باشه غم نداره جوجه‌گیری غم نداره کفتر پرش خراب میشه با تعدیکون هم از لای میکنه بند میکنه ناجور میشه تروش بوده میکنه کفتر. بسیار عالی ابراهیم جان یک خاطره خوب و خوش خود شما کدومی کفتر داریم چی از بخشی که خود شما کفتر بیزی کردیم یا به اصطلاح رم دادیم یا ای که بفروختیم کاروبار میکنیم یک خاطر خوب و خوش برای ما بگین که هیچ وقت از یاد شما نرفت. خاطر خوب و خوشه که همین کفترا بم خوره یک ما پیش بفروختم دورگاه بود انا از پیش مردگه 5 تا بیامد از دم نیاباد و فرقه 5 تا به نمازدگر بیامد گلال همین کفترا میگفت من یک کفترا رو میدم شما دونی 2000 انا قرار کرده او آدم انا گفتگ نه اینا رو ببرم دیگه میاد دیگه هم پس بیار دیگه بداد به خود ما اینا دیگه وقت کفتر برای بیای دیگه با دوباره نمیدین دیگه میدیم بری و مداد دیگه نگاه داشته نمیتونم کفتر اگه بیه و کفتر دوز میشه دیگه اون نگاه داشته نمیتونم مگر باز زور تیار کنه و جوجه بگیره و کاری تیار کنه زحمت خیلی داره پس از بره مگر آفرین بسیار عالی سلامت باشید قربان شما جان زنده باشیم سلامت باشیم خانه شما زنده باشیم خانه آواز زنده باشیم ان دیگه ان شاء الله که دوستایی که شوقی کفتریم یا کبوتر دوست داریم دیگه بیایم به این منطقه فکر کنم بین دروازه قندار و فلکی اسپین عدیه جزء محل نو دروازه قندار همین دیگه کبوتر فروشی های متفاوتیه دوستایی که شوق داریم بیایم دیگه نام خودم از این دمی که بیام آدم قور همین کفتر میته بخل نوازش میکنه گوشان. سلامت باشید قربان شما تشکر قربان شما زنده باشیم سلامت باشیم از این ایمون هر کدوم ما مت کارتن کنم نراماده برای خود جوری با خدا رو در بسی خدا شاهده عدل میگم میفهم خلاصه ما به خدمت شما هستیم یار خوشحال باشیم خدا نگهدارشون سلامت باشید تشکر. دوستا در ادامه گزارش همینجا یک برادر دیگه هم هستم آمدم مهم که از اینا پرسان بکنیم که چرا به این منطقه آمدم دقیقا اینا آیا شوق کفتر دارن یا نه میته بیان فقط تماشا کنن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستم قربان بخیر جان شما جور بخیر. اسم شما؟ اسم فیروز احمد از بازار دروازه عراقی. فیروز احمد جان عزیز خیریت به این منطقه آمدید؟ خیر همین شوق حیوانات رو ما هم داریم. گاهی وقتی میایم از زندگیون ابراهیم دو نمونه کفتر میخریم. دیگه باز همین فقط تنها اونا نگهداری میکنه یا دوست داریم نه فقط از ما نگهداری پریشی نداریم. بله چند ساله که شوق کفتر تقریبا شاید خدا گردن به سنه کنه 10 سال بیشتر کمتر میشه شوق کفتر داریم. بله سالانه چقدر هزینه میکنیم بالای سالانه دیگه ابراهیم جان به جریان کسی 40000 تا 50000 هم سر میزنه ما بالای کفتر شوق کفتر میده. با اینا نه نگاه میدارن یعنی با می جمع بعضی گومتون میشه بعضی میموره بعضی دوست شناسی می از بوم میبره برار با پس ان خلاص میشه با مگر بیم دیگه مدت با شوق غیر میکنه با بعد از جوریاتی میاریم به دیخونه از موعظه میکنه یعنی کمی تاستون فلان چند تا کفتر فلان تقریبا شاید 40 تا دیدن میره 40 تا کفتر داریم. بس 1 لک سرمایه نه یک زرم نمیشه. بله این اشتر چرا با من مربی شما خدا که کفتر اون انسانی نداره ناجور خسته میشه برار می خب یعنی باید توجه جدی‌تر بشه دیگه. خب توجه داریم خب گاهی وقت میشه رسیدگی نمیشه برای اونا. رسیدگی نمیشه دیگه. بیشتر این مرگ میره کفتر در چی زمانه؟ در تابستون برار. بله چون هوا گرمه. بله. بومو هم قصد گرمه
همین سمت که داغ میای بخیت رطوبت میده، گرمی حرارت میده. کفتر ناجور میشه. بس همون قدیما همون کفترخانه‌ها گیلی فکر کنم بهتر بود. به گیلی ناجور نمیشه کفتر. بله. چون همین خاک خود ضد میکروبه. همین گیلی که هست یخه. خیلی انگار گرمی رو نمیکنه. بس سمت که هست با گرم‌تره. حالا امروز بیایم بخریم یا بیایم فقط تماشا؟ همین بیام ولی دو کفتر دیکنه اینجا زیرچیش داره که پرسان کنیم چند دیوه میکنه. کدو کفترها بخیر زیرچیش؟ یک کمی سرخ بال دوم سفید، یک کمی چپ سرخ دوم سفید. یک خب حالا فقط خوش کردیم یا نه واسه قیمت ما این چک؟ هنوز تا چیزی نگفتیم، پرسان نکردیم برار. تا چند دیگه بعدم بخریم. دیگه ببینیم هر چیزی کنیم زور ما میکشه و نمیکشه. ولی خب ان شاء الله که ابراهیم جان هم دیگه برای شما یک کفترها خوبه دیگه میته. نه ما یکی از مشتری‌ها خود ابراهیم جانه. اکثرا موقعم که میشه جاده مالی نمیه مستقیم اون سکل اونجا دیگه صد میکنیم پیش ابراهیم جان میسته. کار ابراهیم جان پخته. خود نام پخته، اونای نام پخته برار. بله. سلامت باشید. زنده باشیم برار. خوشحال شدیم، موفق باشید. سلامت. تشکر. در ادامه گزارش خب یک دکان دیگه هسته که اینجا بر علاوه که خود کفتر یا کبوتر هستن وسایل‌های تزیینی یا زینتی که الان من نمی‌فهم چیه، اونا هم فکر کنم برای فروش هست و حاجی ماما مسئول همین دکان. السلام علیکم. موندن سلامت. جان شما جور ان شاء الله. خیال هستین؟ اسم شریف شما؟ سید هاشم. سید هاشم. آقا صاحب گرامی، اول که ممنون که برای ما وقت دادید. خیلی بزرگواری کردین. دوم از این بگین که چند ساله که داخل کاروبار خرید و فروشه؟ خیلی وقته. خیلی وقت. چند ساله هستی؟ 60 ساله. 60 ساله. از ابتدای جوانی به همین کار مثل به هم هرات همین کار میکنی؟ همین شوق منه. همین شوق شمانه. و تنها خرید و فروش شوق شمیانه به خونه هم داریم نگهداری هم داریم. همین دقیقاً ما این بیر بفهم. البته بخشن اگه دوست داشتین جواب دین، دوست نداشتین جواب ندیم. آقا صاحب این که دقیقاً چی چیز نفته، چی راز نفته در همین شوق کبوتر بیتی؟ دقیقاً چی راز نفته که باعث شده که انسان با کفتر قدر اونس بگیره؟ ما که مرتادیم من کفتر. شما مرتادیم. همین کفتر مرتادیم. با آلمان بودم، آلمان نیله کردم. با خاطر همین کفتر بیامدم. شما با آلمان بودیم به خاطر کفتر؟ بیامدم. چند سال با آلمان بودی؟ یار یک سال بودم، دیونه شدم دیگه. ما سنت کنم. پس بیامده. چی وقت بیامده؟ 7-8 سال پیش. 7-8 سال قبل. باز اونجا نمیشد که کار کفتر یا اجازه نبود؟ نه اونجا کفتر بازی نبود و یکی هم میادم جایی باشه که یک تعداد دیگه هم باشن که بالاخره آدم او بیشتر انرژی بگیره. درسته؟ حالا بیام دوباره قصد رفتن نداره؟ نه به چام خانم هم همونجا هم فقط خود شما خوش دادن. بسیار عالی. به خونه که گفته نگهداری میکنیم با پرواز هم بدین یعنی فقط صرف نگهداری؟ نه نگهداری. روزانه باید چند ساعت آدم یک آدم شوقی یا یک کسی که مایه کفتر داشته باشه، چون فکر کنم همین صدای کفتر یک حس آرامش میده برای انسان. چند همین گرد کفتر که بلا خون آدم نره آدم مرتاده. گرد کفتر گرد داره. بسیار عالی. و روزانه چند ساعت وقت خود شما جز از دکان تیر میکنیم مثلا پیش کفتر یا 2 ساعتی؟ اگه این کار نکنیم خیلی کم نمیشه. از این اولین بار کی شما رو مثلا آشنا کرد با کبوتر و با شوق کفتر رو؟ ایجا آقا ما کفتر داشته. ما هم تو کوچیک بودم هم کفتر هم مخته شد. اونا پس اونا داشتن که شما عادت کرد. چی رقم وضعیت بازار فعلا که کفتر بازی موقوفه، کفتر هم نمیدن، خرید فروش نیه دیگه. خرید فروش فقط کسب هم خانه نگهداری بریم. هم نمیدن خرید فروش. بسیار. در تفاوت کرده نسبت به گذشته تا به دیگه کسی نمیخره، کسی کفتر نمیخره. کفتر باز نمیخره، کفتر تا هم ناده نمیخرم دیگه. بسیار. یک سوال لگی حاجی ماما که اگر شما برای ما
این بگین که شوق بسیار می کفتربازی می سبک و رقم کفتربازی نسبت به گذشته تغییرات کرده. ما یک زمانی که در او وقت نفوس زیاد نبود و به آخر خونه های بلند منزل نبود، ما با هر محل میریم، ما با برامون بودیم، به حداقل به بین 50 سرا 5-6 تا سرا بودن، جوانا بودن که اینا کفتر داشتن، با مرجکای داشتن و کفترها خود رحم میدادن. ولی در حال حاضر فکر کنم به داخل شهر کمتر شده. تفاوت در سبک کفتربازی آمده یا نه؟ به دلیل از اینکه دیگه مشکلات ایجاد شده که فعلا نمیکنم. نه کفتربازی همین که نمیخدارم دیگه. اگه بخدارن خیلی کفتربازه. اگه بخدارن خیلی کفتربازه. مردم ایران یاد صدی شاید مثلا 40-30 کفترباز باشه. بسیار عالی. خود شما چی نوع کفتر خوش داره؟ همین کفترها افغانی خود ما افغانی خود شما مثلا خب ما اصطلاحات دارم دوستایی که در داخل از این کاروبارم، مثلا سوزبال و مثلا چبال و ابلق و این چیزا. خود شما دقیقاً کدوم نوع کفتر خوش دارین که به اصطلاح کفترها ساده چپ سرخ، چپ زرد، چپ سیاه، چپ سرد، اینا رو خوش دارم. اینا خوش دارم. اینا که هست کفترها ایرانه. اینا کفترها ایرانه. با کفترها برای کفتربازی دیگه کفترها افغانی بی‌ترتره. آره اصالت بی‌تره داره. کفتر افغانستان خوب به دنیا نیه. کفتر. شما گفتین که ما به آلمان بودیم، به اونجا کسی نبوده، خب نمیشد از اینجا یک چند تای وصیت میکنه می آوردم برای شما. واسم صدق کنو. از این غم کفترها خدا شاهده. واسم صدق بازم 50% صدق کردم. حالا قرص میخورم. آخر مجبور شدن که وقتی که بیامده پس خوب شدیم. بیتا خیلی خوبه. شکر. خیلی خوبه دیگه. پس این آدم هر چیزی که آدم خوب کنه آدم وقت خودمون سپری کنه. سلامت باشین. وسایل اینجا وسایل تزیینی. وسایل کفتر. خب اینا برای فروش دیگه. باز اینا به پاها اینا در آورده میشه. اینا چی میگم اینا؟ اینا جرسه. جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها. باز اینا دیگه فکر کنم که همون شرنگ و شرونگه که میکنه باز. شنگ میکنه ولی خوشگلی نه. تورا هم هست. این تورا با قیمت این تورا برای کفتر که شیشه که میگیرم. خب تور کفترگیریه. اینا با قیمت ها اینو چندیه؟ اینا دونه 150 200. دونه 150 200. تنها خود چوخ یعنی بیدنش؟ نه خود چوخ با چوبی هم بسته میشه. اینا خود شما تیار میکنید؟ بله کار خود شما؟ اینا به زنکات تیار میکنم. باز تورا شما میکنید؟ اینا ها بسیار عالی. همین هم دیگه تجربه مایه دیگه باید. این جرسا قیمتا چی رقم؟ اینا از اون 5 روپیه است تا 100 روپیه. تا 150 روپیه. خب همین 150 روپیه گیا کدوم نکایی که تا گرونه باشه ببینم برای ما نشون دمه جمعه. جرسا قدیم با فهمیدی؟ خب چه قدیمی ها. بسیار عالی. اینا جرسا قدیمیه. اینا جفت 200 2.5 سال 3 ساله. خب اینا مال 40 سال 50 سال پیشه. اینا مال 40 سال 50 سال پیش دوستا. اینا خود شما تیار میکنه یعنی اینا لاهور پاکستانه. خب اینا لاهوریه. خب اینا حال نمیایه یعنی حالا دیگه همون کسی که تیار میکرده بمرده. خب با لاهور پاکستان بمرده. فقط شما فعلا همین از اون وقت داشتین دیگه. داریم. اینا نمیفروشم. نمیفروشی؟ اینا فقط تو یادگیری نمیکنی؟ یادگیری اینا خوب صدا میکنه. بسیار عالی. سلامت باشین. دوستا همی هر شوقی از خامو سبک خاصی داره. مثلا ما در یکی هست اسب سواره دوست داره امو اسب بخور خودی و به اصطلاح وقت بگذرانه، خود اسب انس بگیره. یکی هست به اصطلاح شاید دیگه حیوان دوست داشته باشه. یکی هست کفتر دوست داره و کفتر هم تا جایی که مثل کدوم شوقیه که در بین هر قسم در بین اقشار مختلف جامعه هسته. از ما دکتر صاحبا دیدم که اینا دوست شوق کفتر داشتن، معلم صاحبا دیدم، آدمای عوام دیدم، آدمای متفاوتی دیدم. خب که با همین حیوانات در واقع امو شوقی که دارن خوشن. در گذشته هم مشهورترین کفتر فروشا کیا بودن؟ چون شما از جمله
کسایی که سابقه زیاد داره؟ یا بنده خدا بمردم دیگه. اسم اینا چیا بوده؟ یک حسین جلق بوده، یک نوره خله بوده، یک ازدم بوده. اینا هم بمردن. اینا بمردن. اینا هم بمردن. یا بازار عراق دیکن دیشتن. بازار عراق. شما خود شما بازار عراق بودین یا نه به اینجا بودین؟ نه با که از وقت چیز که ما به ایران بودم. به ایران شما کفتر؟ 40 سال ما به ایران بودم. و ایران 40 سال کفتر؟ ایران کفتر نه کفتر بیشتر نه بوده کفتر دیشتم بخوره. دیشتم. با بزینجی به این منطقه. باز به ایران که یک سوپر دیشتم. سلامت باشین جمهوری. خیلی لطف کنیم آقا سید. انشالله که همیشه خوب و خوش باشه. بخیر باشه. سلامت باشه. تشکر. دوستان اگه بعد از ادامه گزارش جاده محل نو منطقه دکان‌های کبوتر فروشی در خدمت شما هستیم. در همین موقعیت یک دکان دیگه هم هست، از فکر اشتباه نکنم دکان کاکا محمد حسینه که میریم میبینیم که اینا چی نوع کفترهایی دارن و چی رقم وضعیت بازار. سلام علیکم. مونده نباشید. خوب هستیم خیلی. خوب هستیم ان شاء الله. جان شما جوره تیر هستین. جان شما جوره. تیر خوشحال هستین. قربان شما. سعی راحت باشین. نه خانه شما باد. خانه شما باد. تشکر. من اگه گفتم محمد حسین اشتباه کنم نگفتم اسم. نه بله. یک معرفی کامل داشته باشه. بنده محمد حسین یکی از کاسبان پرنده فروشان دروازه قندهار جاده محل نو. جاده محل نو. چند ساله که شما مصروف کار پرنده فروشی؟ 35 سال. 35 سال. 35 سال بله. چند ساله هستین؟ من یا دو کم یا یک کم امکان داره 60 سنم باشه. نام خدا ولی خوب سر حاله. دیگه لطف خدای پاکه. بیشتر. ولی واقعا مثلا همین شفافیت جلد شما آدمی خوب ما جوانا شفافتر و سرالتر. اینطوره که ما جوش نمیزنیم. میفهمیم؟ بله. چون روزی ما به دست خدایه. بیشتر. هر چه خدا بخواد اگر ما جوش هم بزنیم کار عظیم میشه. بله. بفهمیدیم. پس به امید خدا بریم میشیم هر چه خدا لطف قدر ریاض روزی مرداد. دیگه همون مصرف میکنیم. جوش زیادی هم نداریم، حواس هم موتر نداریم، مشم چی نداریم و چی نداریم. این جوشا هم نمیزنیم. خوب کار میکنیم. بهترین کاریه. شما برای اولین بار چی کسی باعث شد که شما بیاین به اصطلاح خود شما شوق کفتر هم دارید؟ ما خدا ببخشه پدرام ما و شما، ما پدرم شوقی همین کفتر بودم. بله آقا. باز اون زمانا قدیم خوب وقت چیز بود، ما که به دست داده اومدم اونا کفتر جمع کردم، گم کردم. گفتم هر زمان تو کلون شدی رفتی به عسکری آمدی باز تو ریشه پاش کردی باز کفتربازی هم بکن. قبل از او اجازه نه. قبل از او اجازه نه. باز همین تو هم شد. ما رفتم سربازی، از سربازی کوی زمان آمدم. با بعد از دیگه باز همین شیوه ما بود همین گرفتار شدم. بازی بود که رفتم به ایران. مهاجر دوره هجرت بود. بله. باز به ایران سال 70 بود از ایران آمدیم. بله. انا دیگه باز ممی بله. پس خود شما شوق کفتر هم داره؟ نه تنها فروشنده نی؟ این دیونی هست که اگه کسی میر از این به دل انداخت هیچ کس بیرون کرده نمیتونه مگر خدا خودی بیرون کنه. اینقدر آدم درگیر میکنه چون این پرپریه. عشق از این که اگه به دل کسی خدا انداخت مگر خدا خودی هم دیگه دل سرد کنه از این، در غیر از این چاره نداره. او چه کسی میشناسن که اول شوق داشته بعد 10 سال 20 سال رد کفتر ایله کرد؟ هر کسی نه کم و کن تا که تو که همون کلونا که اگه ایله دادم دونمونه مریض شدم. به سند سال ما بودم حتی این رفتم از بچه یا برور پرسان کرده این عمله گفتم ما گفته پس برم کفتر از بری پیدا کنه. باز آمده یک دوره کفتر پیدا کردم. بعد از او امو چند تا کفتر بری پیدا کردم ساعت تیر شده دیگه بهمون مشغول شده. بله. این بسیار عالیه دوستا. امی بحث شوق به خصوصی ایوانا یک شوق خاص داره. ای که میبینین که میگن ما خود قبلا خود آقا صاحب صحبت کردن که اونا رفته بودن میگن که ما گفتن که ما رفتیم به آلمان و بعد سکته کردن و بعد حال آمدن شکر وضعیت خوب شده. و محمد حسین جان هم اجیکاگا میگن که همین خیلی کسایی بوده که وقتی مریض شدن رفتن بیرون از کشور گفتن پس به شوق خوب برسه. بله گفتن چی بود عمل چیزی داشته مثلا کسی خدی بوده گفتن اینو همین پرنده داشتن گفتن بریم پرندار برای پیدا کنیم خوب میشه. همین فایده همین کار کفتر رو که به اصطلاح نگه داشتن و به حتی همین رم دادن و کفتر بازی فایده دیگه چی فایده داره؟ دیگه همین فعلا به افغانستان
از این شاید 5 میلیون نفر روزی میخوره از این کار کفتر. مثل ما که من میخورم از بوما، مثلا میارم میفروشم دانمانه، باز کسان میخوره میبره چیچه میگیره از اینا، با جوجی از این میفروشه. متوجه شدم. حتی کود از این، همین کود از این خرید فروش میشه برای زراعت، برای گل و اینا. تخم از این، تخمایی که مثلا صاحب جوجه نیه که اونا نفهم در جوجه نمیخوره، برای این مریضا یک نوع پروتئینی داره که خیلی فایده داره، بچه‌ای که زبونای میگیره. ایتو و میشه برای از نو فایده داره که کجای جا داره. بچه‌ای که سر زبان اینا میگیره باز تیر به گپ میایه. باز یک 5 6 تا تخم مرغ برای میدن، همین تخم مرغ کفتر ایتو به ظرف یک ماه خوب میشه. بسیار عالی، بسیار عالی دوستا. جالب حرفی که حاجی کاکا محمد حسین میگم، بسیار گپ تازه میشنیدم که برای بچه‌ای که لکنت زبان دارن. حتی من از دکتر صاحبا من کلام شما شکر پرسان کردم شما دکتریم، گفت یک نوع پروتئینی داره تخم مرغ کفتر که به این دوایی نیه. برای همین کسانی که ضعیف لکنت زبان داره. یک از فایده های بله و گپ به شما 5 میلیون انسان که داخل افغانستان است کاروبار کفتر و کبوتر و بالاخره پرورش از این حیوان نون میخورن در صنعت تونست نقش خوبی بود. ایران میره، پاکستان میره، بفهمیدیم میبرن از اونجا میارن دیگه. مثلا کابل میره، یعنی برادر ما از سمت میمنه از این حال صحبت میکنه. بله اینا دوستامون هم از اونجا میان شوقی ان اونجا دکان دارن، از اینجا میخرن میبرن اونجا، بالاخره میچرخه زندگی میچرخه. وی که خدای پاک بخواه. متوجه شدین؟ دیگه مصروف به می مردم. بشینین که سلامت باشیم. یک سوال دیگه از شما میکنم، باز شما فکر کنید درمانده در حال تهیه قروانه عسکری بودین. اولی که به سال چند عسکری کنین شما؟ من به وقت ببرک بود رفتم عسکری، تقریبا سال 56 به 57 همین سالا بود که رفتم. ببرک دیگه بعد از 58 بیده باشه. بله بعد از 58. بله. به کجا عسکری کنی؟ به کدوم منطقه؟ به کنر بودم. کنر و اسما رو سمتا فرقی. منطقه جنگا. فرقی نوع کنر رفتم، حتی پکتیا رفتم، فرقی 25 پکتیا رفتم. بله دیگه او زمان ارزش سرباز قدر میشد، چون خاک ما باید خدمت کنه. همه دنیا همیتونه بگردن ما حق داره. 2 سال عسکری ما باید بریم خدمت کنیم. آدم خدمت به وطن و مادر وطن برای هر یک از ما فرضه. ابی یک سوال باشه که همین شوخی کنم خدای حاجی کاکا، همین شماره تفنگ شما یادشون نمبر چند بود؟ متاسفانه نه برو نمونده. بله سلامت باشیم. من بین افغانستان کدوم ولایت از همه کفترها نمیه دیگه تو پخته؟ همه ولایت ها داره. بازم ببین باز بعضی گوش کنین همه ولایت ها داره. متوجه شدی؟ من کفتر خوب تو مثلا میمنه خودتر امکان داره یک شوقی ها کمتر باشن، کفتر خوب کمتر باشه و اصلا که هست دارن. مثلا کابل، هرات، مزار، سرپول، تمام ولایت ها هر جایی که شوقی بیشتره همین حیوانات هم بیشتره، همونجا خوب و خرابه. متوجه بشده؟ کسانی هست دارن مثلا کفتر خوب دارن، میانر دارن، کسانی هست کفتر پایر دارن. نمیره قوه. سلامت باشین. قربان شما، خداوند عمر بده برای شما. بریم چایش هم بشینیم، چای نون در خدمت ما. والله سلامت باشین. باشه که خدای حاجی کاکا شما موندن باشه. سلام علیکم. درستین بدر خرابی آرام آرام صحتتون خوب. اسم شریف شما تصویر از اینا داریم ما؟ کاکا ظاهر. کاکا ظاهر. شما از میمنه تشریف آوردید؟ میمنه هستم، مزار میشینیم. 10 سال پتر از مزار شریف اینجا اومدیم. از مزار شریف اینجا اومدیم فقط صرف به خاطر خریداری کبوتر؟ خریداری کبوتر اومدیم. ما اندیولا را اینا کاکاینا دوستای سابق هستن دیدن و بله. چند ساله که خود کاکا کاکا زیاد میشه؟ شاید 20 سال شه و 18 سال شه، 20 سال میشه. بله 20 سال میشه که شما خود حاجی کاکا. سلام علیکم. سلام. بسیار مردم ایرات اینا میمون نواز، مردم دار. سلامت. بله خوبی خود شما؟ بله. خط زمینا رفت آمد داریم شکر خدا میشه. خودشون شوق کفتر داره؟ بیخی دیگه تکلیف دارم قلبی نباشه میمرو. اگر کفتر نباشه؟ بله همون دم قلبایم جای داره. یک چیز برای شما میگم، شما جوانایم. بفرمایید بگید. همین برادر 20 ساله رفیق منه، دوست منه. بله. میر باید با سنی از دست ندم. راست میگی. چرا 20 سال این دوستم شده، ما زحمت کشیدیم با هم دیگه دوست شدیم. وقت گذاشتیم. ولی من چند وقت دیگه زنده ام که مثل ازی با خود دوستی پیدا کنم. این متوجه باشین که اول خدا کسی دوست نشین. وقت شدن برادروار صادقانه دیگه همون
ما رو هم از زندگی و انسانیت و مسلمانی و دوستی ببریم هم تا آخر دیگه که هرچی میشه. میدونی شاگم تعریف شما از رفاقت چیه؟ رفاقت یعنی چیه؟ رفاقت باید با صداقت باشه، چیز خوبه. از برور آدم رفیق آدم زودتر به درد میخوره. متوجه شدین یا نه؟ به شرطی که رفاقت و صداقت باشه. رفاقت اینه که بی مقصد مدام سلام علیک برای خدای پاک. اگر به میکروفون شما هدف داشتم که باشه از شما گفتم یه به کار دارم، میگم لالا ما به کار دارم، بعد من دیگه شدم و رفیق نیم دیگه. یعنی رفاقت این خاصیت داره. باید بی مطلب باشه، بی مطلب هم که رفاقت و سلام علیک بود همیشه دوام داره. اگر متوجه باشین همیشه دوام داره. رفیق به خاطر رفاقت، به خاطر رفاقت، نه به خاطر موتر و جفی دنیایی که یک وقت از چیزی بگیری خوب نمیده، خود لازم داره نداره از اون دیخشیه. رفاقت باید برسی به هم دیگر تا آخر. به پولداری بی پولی خدیم رفیق خوب بری دیگر. سلامت باشید، زنده باشید، تشکر، خدا زنده باشید، خانه شما خیر بتاشید، خدمت بریم بازار دوره قربان زنیم. شما خیر بتاشید، الله خیر بتاشید، سلامت باشین دوستا، ان شاء الله همیشه موفق و معید باشین. دوستا در ادامه گزارش خواهیم آمادیم دیگه. نام خدا بکو. بازم گفتم خیلی به کفتر نمیفهمم که چیه، ولی به هر حال کفترها خوب معلوم میشه دیگه ای که چیه و چی نیه. و همین جبرار هم هستن خدا نا صحبت میکنه. سلام علیکم. سلام علیکم جبران، خانم خیریت جان شما جو خوب پاس خیریت. اسم مبارک؟ اسم صبحان جان لالا. صبحان جان. چند ساله که ما تقریبا 35 سال میشه برام. 35 سال میشه که داخل میکنم. 35 سال میشه با طعم کسبیم برام ما. 35 چند ساله هستی؟ یعنی خود ما خدا دروغ نکنه دکانش هست. جانا. شوق خودشون شوق داریم. خود ما شوق داریم لالا. چی رقم چی کفترای دارین قیمتاش؟ خدا کفترا دیگه ازم 100 دیپ گرفته تا 10,000 20,000 30,000 میته کفتر تا کفتر برام. کدوم اگه بیشتر میگن ارزونا یا قیمتا؟ نه ارزونا کم فلان کاله به شوق نمیگذارم طالب صاحبا کلا شوق نمیگذارم. من خونه بیکاری هم اسه مار میته کده که صفر کده. ما امیدوارم که بالاخره این مشکل حل شه دیگه. برار ما اگه به دکونا مزاحم نمیشم، همین خونه مردم مزاحم میشم. مرد که 10 تا کفتر داره به خونه خو میرندم سرا مرد که میرم میگم کفترا خود تو بعد به سرا نباشه. بابا به سرا نباشه مرد که شوقی داره، مریضی داره، تکلیفی داره. همین 10 تا کفتر چه میکنه؟ برفتم به ایران 25 26 لک روپیه خورد باید دادم پس با واسه کفترا خوب بیامدم. واسه می کفتر. به خدا واسه می کفترا خوب. مریض شدم به ایران. آنی بچه من نمیفهمم. مریض شدم پس آمدم. پس آنی به خود جمع میکنم. پس حالا چند وقت میشه آمدیم از ایران؟ یعنی خدا گردم رسته نکنه 7 ماه میشه. 7 ماه روزی که آمدیم پس خود کفتر رو بالاخره سر کار. پس طبیعت موا شد پس بیامدم با شما گل شد. رنجام هم گل شد. بله. چند ساله که شما شغل؟ ما دیگه از پیار ما کفتر باز بود خود ما هم کفتر بازم. فقط نگاه می‌داریم یا رحم هم میدیم؟ نگاه می‌داریم رحم هم میدیم. دیگه حالا که دل ما شکسته نمیتونیم کفتر بازی کنیم. ما به شوق و ذوق ما نمیگذارم. یعنی خدا بزرگه که ان شاء الله هم مشکل. اگه برو جو کسی که مزاحم دولت او تو میتونه حق داره. کسی که مزاحم مرتکه گوشیر بگیره خود رئیس شورا وکیل منطقه اوربو اول خود اصلاح کنه نمیکنه به دولت بسپره. این که مرتکه 10 تا کفتر داره 5 تا کفتر داره به خونه خو تک غلام ما امر معروف ما بیامدن کفترا تور مثلا کفترا خود صبح به سراخ اصلا نکنه دفعه چکار کنه مرتکه بابا مشکل داره سر ببر فیلم بیار با امر معروف اول خود من شخصا بیامدم بدم سرا من دکوندارم 100 تا 200 تا میخرم بابا گفتم من به خود رئیس هم گفتم به خود معاونم گفتم جناب رئیس من خودم پرنده فروشم هر حیوانی دارم ما به سراخ 100 تا میخرم یا میبرم اونجا آماده میکنم و به میدم اون تیار میکنم میارم به دکون من 35 ساله که به تعزیه کسبم دو کم 60 سال سند منه مطالعه هر دولتی شده مزاحمت ما به خونه و به چه نه اگه هزار کسی که مزاحمه هر کس مزاحم دولت میتونه رئیس شورا وکیل منطقه میتونه احترامونه به دست دولت بده دولت میفهمه نه که دست که دولت ببره فهمیدی او مثلا کسی پرسان نمیکنه با حق نکی بیا خدا بزرگه خدا مهربانه که این مشکل ما را حل شه خب ان شاء الله که
از شما هم تکواله که بیامدین دوباره باز همین شوق شما چی شه و رنجا شما قربان شما شون زنده خیر ببینید یک جان تشکر یک جان سلامت فهم نداره شما مونده نباشین خواهش میکنم سلامتی دل خوشحال هستیم اسم شما احمد جان شما چیکار شما هم شوق کفتر دارین خدا داشتیم ما خب پیر شدیم ندادیم خب نه که شوق پیری جوانی نمیشه زمین روزی میخورم اینا میفروشم بیچارا شما چیکار میکنین ما تو معامله کردیم مال خونه میخریم دو سال دو فروش 100 سال میزنیم ما سلامت باشید کفتر فروش نیم نه خب خود شما شوق کفتر ندارین هیچ تو مخوشتکی حال ندارم کفتر کفتر بیت خواه قدیمه هنه سعی کنیم چیزی از امروز و دیروز نیه اگه ما سعی کنیم از 1000 سال قبل هم هست وادامه برادر وقت با وادامه وقت با وادامه همین ریش آدم اگه سفید هم میشه اون شوقی که داشتیم از شوق میگن شوق پیری جوانی شوق داریم اما خوش داریم نمیشه که متعد کنید یک آخوند میتونه از مثلا امامت خود مثلا ترک کنه آخوندی خوریله کنه ما با تعانه کس میگم بیامدن از ایران بعد از 2 سال بعد از 2 سال میامدن دیگه همینجا دیگه ما هم ایران نمیشدم اینجا میگه نه دیگه مملکت مردم نمیشه با مملکت ان شاء الله خدا بزرگه که امیر انجا همگی مان شما گل باشه ان شاء الله بخیر باشه تشکر خیر ببینیم یک جا تشکر سلامت باشید قربان شما اجی ماما جان باشه خدا اجی ماما جان مونده نباشید شما جان شما جوره صدا همه نداره اجی ماما حداقل هم چند کلمه خیلی مزاحم شما نمیشیم اسم شریف شما عبدالغنی چند ساله اجی یاره مزارم همین نوروز بیای 76 سال نام خدا شما دیگه شوق کفتر دارم ما دیگه ایت جوان مانده مسترال مانده فکر کنم اول خدا دیگه از این وقت خوش به شرط ما رو بگذارم کنه میبینی طرف دم سرو میایم خلاص بیار بکش بیا دیگه کن خدا بزرگه از چند سالگی شوق کفتر داری فقط از امید پیار به میراث مونده اما در که بوم بالا شد تا مال گرفتار تا می حالا هیچ وقت تصمیم به ترک نکنه که شوق رفته 2 دفعه ترک کردم نتونستم مریض رفتم به پاکستان اما هر چی سعی کرد گفت تو تکلیف نداری چی شوق داشتی گفتم کفتر گم کردم گفت برم اینا رو جمع کن تیار میشه آمدم جمع کردم تیار شد چی تکلیفی پیدا میشه تکلیفی کردم خلاص از این زوف کدوم مردم ارسد اعصابم خیلی به چیز خراب بود دیگه فضل کدوم ولال فضل خدا دارم اما شرط ما برادرها بگذارم ان شاء الله شما رحم هم میدیم یا نه رحم هم میدم ما جوجهگیری هم رحم هم میدیم روزانه چند ساعت رحم میدیم یاره میشه 50 تا 50 خاطره حالا جدا از این مسئله که شما مریض شدین و بعد کف پس دوباره شوق گرفتین خوب شدین یک خاطره خوب و خوشی از این کفتر رو که تربیزی داشته باشین برای ما بگین خاطره خوش امید که مقصد از وقت دامالش خوش به کار و غریبی خو میره پس میایم دیگر فارغ به کجا بشینیم بالا میشیم پیشم اونا ترمو چای را میخوریم خلاص رنج از اینکه تا به سر کوچه بشین از به سر کوچه چی بشین مزاحم بچه مردم زن مردم یا نمیشه به تک کوچه حالا خود شما نه بالاخره خود همین ایونا بالاخره نه به کس مزاحمت هم ولی اگه یادم باشه از اون رفیقا یکی به سرای بملاب کوچه بود ای از یه عروسی ای به پشت بوم کفتر بازی میکرد عروس به اون وقت بم دول سرنه بود بردم مادر صدا کرد گنانه ای عروسی از کی بود گفت کجا بوده گمال دول سرنه از دیر سر تیر شده به خدا که دروغ گفت تو نفهمیدی گمودم عشق کفتر نه نمیتونم سلامت باشید بخیر باشید قربان شما قربان شما خیر ابراهیم جان هم دیگه به حساب حرف اول میزنه از هر حساب دیگه ما از اینا خودی هم خوردم کلون شده میفهمم که ما به حساب شوق خو از هر چیزی تیر و شوق خو تیر نیست آدم حرف اول میزنه به هر حساب کفتر و به هر حساب بسیار عالی شما اسم شما چی بود حمیدالله جان بودن گفتن که اینا فرزند شما بله آفرین شما چند ساله این
من دیگه این خوب بچی خورده من از این 200 تا کلانتر هم دارم. همو کفترهای که ما جوان نگاه داشته فعلا فکر کنم 48 47 میشه. 48 دوستان من پهلو حمیدالله جان استاده میشم. سعی کنیم بدیم اینا جوان‌تر هم از ما. باشه ما زنده باشید. دلیل از این چیه که شما از این همین شوق ما دیگه همین کفترها نباشه من میمورم. این تو واقعیت بگم. روزانه چند هزینه شما میکنه مالک؟ هزینه که هر چی که بگیم میشه. منتها قصی از این گپا مونیم شوق به این نداره. بخیر باشید. قربان شما باشید. اگه چاشت خودی دوست خو میریم طرف ما به خدمت شما. قربان شما سلام علیکم. خانه همگی آباد. بخیر باشید. قربان شما. سلام. سلام علیکم. مونده نباشید. اختیار هستی خود بخیر. شما جوره. سلامت. اسم شما؟ تاج محمد. تاج محمد جان اینجا چیکار میکنه؟ اینجا هم میده بیام و شوق هم حیوانات دارن گاهی وقت یک سر میذارن. شوق هم حیوانات سر میذارن یا بخیر بیاین بخرید. دارن چند تایی. چند تایی دارین؟ بله ها. چی رقم چی کفترها دارین؟ 200 رقم ده. 200 رقمه. چی کارو کسب دارین خود شما؟ کار کس ندارم بیکار گاهی چند تا حیوان دارم. مال ایود. خب بیکار فقط میشه کفتر داریم. چند ساله که شوق کفتر داریم؟ تا 15 سال میشه. 15 سال میشه. کف بزنه کفتر دمی که رام میدین کفترها رو بای میدین یا کفترها رو میگیرین؟ من اصلا رام نمیدم خودم دیگه وقت حرکت میکنم میارمش. خود شما رام نمیکنم. جا جمع میکنم. چرا رام نمیدین؟ رام نمیدین گناه داره اینا بعضا. چی گناه داره مثلا؟ بعضا میگن اونا رام میدن میگه چپ ملاق میزنه چیکار کنم من نه سرسا خوش ندارم حالیا بعضا جمع میکنم شوق میمونه دارم شوق شوق دارم یک سگ در خونه سگ هم دارین چند سگ دارین یک سگ یک جنگ میده سگ نه فقط نگاه میده دیگه شوق چیه اون داره دیگه فعلا همین دیگه خوبه دیگه پس همین که شما فقط برای نیونار جنگ میدیم چی به همین شوق همین خوبه دیگه جنگ بده گناه داره دیگه ها بخیر باشیم برام موفق باشید زنده باشید قربان شما زنده باشیم وطندارای عزیز بیننده های گرامی بود گزارش ما از منطقه کوچه محل نو یا جاده پرنده فروشا یا بهتر بگم کفتر یا کبوتر فروشان امیدوارم شما شوقی ها و دوستداران این حیوان از گزارش آماری خوشتان آماده باشه برای حمایت از ما لطفا چینل ما سابسکرایب کنیم دیدگاه مثلا مطرح کنیم در قسمت سوالای تکنیکی من چون نمیفهمم نسبت به کفتر معلومات ندارم اگر سوالای تابع شما نبوده امیدوارم شما ما رو ببخشید تا تقدیم گزارش دیگه که من جمیل حیدری در خدمت قرار میگیرم همه شما را با خداوند بزرگ میتونم وقت شما خوش